سلام. تو ویدیو قبلی ما اومدیم توکن داگز رو برداشت زدیم به تونکیپر و اینکه تو این ویدیو قراره بهتون آموزش بدم که چطوری میتونین توکنایی که حالا برداشت زدین رو بفروشین و به تومن تبدیلش کنین. آخر ویدیو هم یه سری توضیحات بهتون میدم که حالا بفروشین یا نه، پس حتما تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. اگه به طور خلاصه بهتون بگم، اینجا قبلا یه گزینه کلیم بود که الان باز دوباره برداشته شده. فکر کنم دوباره الان که دارم ویدیو رو میگیرم اضافه شده برای یه سریا که خب من همون موقع که اضافه شده بود برداشتم توکنای خودم و بعد حالا میومد وارد یه رباتی میشد، توکن تیبل، اونجا کلیم میکردیم و حالا کارمزد رو پرداخت میکردین و میومد به تونکیپر که خب که تو ویدیو قبلی به طور کامل بهتون آموزش دادم و ویدیوش این بالا میاد. اگه هنوز توکنای خودتون رو برداشت نکردید میتونید اون ویدیو رو ببینید تا به راحتی بتونید توکنای خودتون رو برداشت کنید. فقط عجله نکنید و اگه شده دوبار ویدیو رو ببینید تا بتونید بدون مشکل توکنای خودتون رو برداشت بزنید. بعد که توکناتون رو برداشت زدید به تونکیپر، حالا میتونید بیاین این ویدیو رو ببینید که بیاین توکناتون رو حالا بفرستید به صرافی و حالا بفروشینش و نقدش کنید و بریزید به حساب بانکیتون. اگه یه ذره طول کشیده که این ویدیو رو بذارم به خاطر اینه که دیروز خب ارور برداشت خیلی منو اذیت کرد و تا رفتم همون ویدیو رو هم براتون آپلود کنم خیلی دیر شد و خلاصه سری داستانا داشت. و اینکه همین الانم یه سری از دوستان، یه سری که نه اکثرشون هنوز توکنای خودشون رو برداشت نزدن. خب سعی کنید زودتر هم برداشت بزنید توکناتون رو هر موقع که تونستید، چون ممکنه حالا گزینه برداشت کلا برداشته بشه. البته فعلا داگز محدودیتی تو زمان برداشت توکن قرار نداده که حالا میتونه تو آینده قرار بده. خلاصه هر موقع دیدین که براتون باز شده تونستین توکن خودتون رو برداشت بزنید که حالا وقتی توکناتون رو برداشت زدین میتونید بفروشینش یا نگهش دارین. خب من میرم وارد تونکیپر بشم که بهتون نشون بدم توکنا دیروز اومدم به تونکیپر من. اگه ویدیو قبلی رو دیده باشین خیلی طول کشید تا توکنا انتقال پیدا کنه به تونکیپر و داخل اون ویدیو نتونستم بهتون نشون بدم. اینجا همونطور که میبینید توکنای من انتقال داده شده به تونکیپر و حالا اینجا میتونم باشون یا حالا هولدش کنم، نگهش دارم، یا ترید کنم باش، یا بفروشم و هر کاری میتونم باش انجام بدم که حالا بهتون میگم تو چیکار کنین. اگه بخواید بفروشین که حالا دو تا راه دارین که اگه داگز داخل صرافی ایرانی لیست شده باشه، خب مستقیم میفرستین صرافی ایرانی، اونجا میفروشین، نقد میکنین، تبدیل میشه به تومن، بعد اونجا حالا میفرستین به برداشت میزنید به حساب بانکیتون و میاد داخل حساب بانکی شما. و اینکه راه دوم هم اینه که تبدیلش کنید به تون یا حالا توکنای دیگه، بعدش بفرستین صرافی ایرانی و بعد اون توکنی که حالا تبدیل کردیم بهش، حالا میتونه تون باشه، اون تون رو بفروشید و نقدش کنید که میایین سوپش میکنید که خب جلوتر بازم اینو براتون توضیح میدم روششو، بهتون میگم به چیکار کنید. اگه بخواید نگه هم دارید که خب هیچی دیگه، فقط باید داخل هم کیف پولتون داشته باشید توکن رو. نکات امنیتی هم رعایت کنید که داخل همه ویدیو بهش اشاره کردم که اون 24 کلمه و این داستانا خودتون بیشتر از من میدونید. اگر میخواین توکن خودتون رو نگه دارین یه چند روزی ولی خب میخواین ارزشش کم و زیاد نشه، میتونید تبدیلش کنین به تتر که همون دلاره و زیاد بالا پایین نمیشه. خب حالا توضیحاتو به شما دادم و میریم به صورت عملی بهتون توضیح بدم. اینجا وقتی رو داگز بزنید که خب الان یه ذره قیمتش هم بالاتر رفته نسبت به موقعی که داشتم ویدیو رو میگرفتم. خب وقتی رو سند بزنید شما میتونید برداشت بزنید از تونکیپرتون. رو سند که میزنید، رو سند که بزنید اینجا باید آدرس رو وارد کنید و کامنت رو که خب الان میرم داخل صرافی ایرانی و بهتون نشون میدم. خب حالا وقتی که شما وارد صرافی ایرانیتون بشین، من وارد صرافی نوبیتکس شدم، فرقی هم نداره، همونطور که بهتون گفته بودم تو هر صرافی ایرانی که شما هستید میتونید بیاین تو بخش حالا کیف پولتون و اون ارزی که میخواین. الان من میخواستم به طور مستقیم داگز رو بفرستم. در نظر میگیریم که داگز لیست شده داخل اون صرافی که شما میخواین نقد کنین پول خودتون رو و داگز رو اینجا سرچ میکنین. اینجا وقتی داگز رو سرچ کردم برام آورد، همونطور که میبینید تو نوبیتکس هم اومده داگز، ولی خب مثل این که هنوز نمیشه واریز رو برداشت انجام داد. وقتی رو واریز میزنم اینجا به من آدرسی نمیده که بخوام حالا اونجا وارد کنم، یه آدرسی موجود نیست که خب اگر الان خیلی عجله دارید میتونین بیاین تبدیلش کنین به تون و بعدش بفرستید به صرافی ایرانی تا بتونید حالا نقدش کنید. خب همونطور که دیدین اگه داگز داخل اون صرافی که ثبت نام کردید و احراز هویتتون رو کامل کردید لیست شده بود، شما میتونید به همین روش رو سند بزنید، کامنت و حالا آدرس رو وارد کنید. همونطور که گفتم داخل صرافی ایرانی
کپیش میکنین، اینجا پیستش میکنین، بعدش انتقال میدین به صرافی ایرانی. حالا میرید اون داگز رو میفروشید و به تومان تبدیل میشه. بعد میان اون تومان رو برداشت میزنید به حساب بانکیتون. که خب همه این مراحل رو به طور کامل داخل ویدیو آموزش صرافی ایرانی توضیح دادم که چجوری توکن رو بخرین، بفروشین و حالا تبدیلش کنید به تومن و این داستانا، که میتونید اون ویدیو رو ببینین و به طور کامل کار رو انجام بدین. من فقط الان دارم به طور خلاصه بهتون توضیح میدم. اگه دومی روش رو بخوایم انتخاب کنیم، یعنی لیست نشده باشه داخل اون صرافی ایرانی، که تو اکثر صرافی هم هنوز لیست نشده، شما میایین سواب انجام میدید. وقتی رو سواب بزنید باز میشه سواب و شما حالا میایین اون توکن خودتون رو تبدیل میکنید به تون کوین یا حالا تتر یا ارز دیگه ای که فکر کنم فعلا هم فقط این دوتا میتونید تبدیل کنید. اینجا الان داگز رو انتخاب کرده، اینجا میتونید مثلا تبدیلش کنید به تتر. وقتی رو تتر بزنید اینجا مثلا من میگم کل داگزمو میخوام تبدیل کنم به تتر، که میگه فعلا فکر کنم نمیشه به تتر تبدیل کرد و این داستانا مقدارش کمه. خب میزنیم روی تون. وقتی رو تون بزنیم میگه که حدود 2 تن میشه، که خب وقتی رو کانتینیو بزنم تبدیل میشه به تون و به راحتی میتونم اون تون رو بفروشم. خب من نمیخوام تبدیلش کنم، خارج میشم. خب وقتی شما داگزاتون رو تبدیل کنید به تون کوین، اینجا تون کویناتون افزایش پیدا میکنه و میایین رو تون کوین میزنید. حالا اینجا سند رو میزنید و دقیقا همون کاریه که داخل روش اول بعد انجام میدادید تا داگز رو بفرستید به صرافی ایرانی، دقیقا همون کار انجام میدید. رو سند میزنید، کامنت و حالا اون آدرس رو وارد میکنید و میاد به صرافی ایرانی و بعدش که نقد میشه. که خب دقیقا همونطور که بهتون گفتم داخل اون ویدیو آموزش صرافی ایرانی دقیقا اینا رو براتون توضیح دادم. خب اگه هم بخواید نگه دارید داخل والت خودتون، که خب نگه میدارید دیگه، کار دیگه که نمیخواد انجام بدید. به تتر هم همونطور که دیدید فعلا نمیشد تبدیل کرد، نمیدونم چرا. و نکته بعدی اینه که اصلا عجله نکنین. شما الان بخواید به تون کوین هم تبدیل کنین ممکنه چند ساعت طول بکشه، چون الان خیلی شلوغه و همه دارن حالا میفروشن توکن خودشون و این داستانا. اگه عجله ای ندارید یه ذره صبر کنید، بعدش بیاین تبدیلش کنید یا به تون کوین یا حالا به طور مستقیم اگه لیست شد داخل صرافی‌ها بفرستید داگزای خودتون رو تا بتونید نقدش کنید. نکته بعدی اینه که اگه بخواین داگزای خودتون رو تبدیل کنید به تون کوین، شما باید کارمزد پرداخت کنید. خب حدود فکر کنم 25 صدم تونه، که اگه داگزاتون زیاد باشه به نظر من میصرفه، چون میشه حدوداً $1-2. اگه هم بخواین داگز بخرید که داخل حالا کیف پولتون داشته باشین و روش سرمایه گذاری کنین، ریسیو میزنید. وقتی روی ریسیو بزنید اینجا بهتون یه آدرسی رو میده، میرید داخل صرافی ایرانی، حالا داگز رو میخرید و انتقال میدید به تون کیپرتون، که همونطور که چند بارم تاکید کردم داخل اون ویدیو صرافی ایرانی به طور کامل براتون همه این خرید و فروش ها رو توضیح دادم و میتونید اون ویدیو رو ببینید تا بتونید حالا داگز بخرید یا بفروشیدش. نکته بعدی که باید دقت کنین، همونطور هم که داخل ویدیو گفتم، وقتی میخواید داگزاتون رو بفرستید به صرافی ایرانی دقت کنید که حتما باید کامنت هم وارد کنید و اگه کامنت رو وارد نکنید تقریبا میشه گفت کل اون داگزاتون از دست میره. حواستون به این کلاهبردارها هم باشه و خودتون با آموزشایی که حالا من براتون گذاشتم به راحتی همونطور که دیدید میتونید توکن خودتون رو برداشت بزنید و در نهایت هم توکن خودتون رو نقد کنید. اگه بخوام نظر خودم رو در مورد فروش یا نگه داشتن توکن داگز بگم، به نظر من قیمت داگز میتونه بالاتر هم بره، ولی خب تاکید میکنم که اختیار 0 تا 100 فروش یا هر داستانی با خودتونه. چون الان به خاطر داستان حالا پاول دروف که چند روزی دادگاهش عقب افتاد و اینا، میتونه نتیجه اونم روی داگز و اینا تاثیر بذاره. وقتی که تون کوین افزایش پیدا کنه ممکنه که داگز هم قیمتش افزایش پیدا کنه. چون الان دارن همه میفروشن، خب قیمتش هم پایین‌تره، به نظرم یه ذره بگذره استیبل تر میشه. حالا بازم شما تو کامنت ها بگین که میفروشین یا نگه میدارید. من فعلا نمیفروشم، نگه میدارم. اگه حالا خواستم بفروشم و این داستانا چنل تلگرامم بهتون میگم. بازم تاکید میکنم که اختیار 0 تا 100 با خودتونه و اگه دوست داشتین میتونین بفروشین، اگه دوست نداشتین هم میتونین نگه دارین، چون هیچی معلوم نیست، ممکنه قیمتش بالاتر بره و ممکنه قیمتش هم بیاد پایینتر. من فقط نظر خودم رو گفتم و اینکه گفتم اگه پاول دروف رفع اتهام بشه ممکنه که قیمتش بالاتر بره. بازم داخل چنل تلگرام عضو بشید که لینکش داخل دیسکریپشنه. یه سری اخبارا رو که نیاز به ویدیو ندارم براتون داخل تلگرام میذارم. اگه سوالی داشتین تو کامنت ها بپرسین، اگه سوالی هم نداشتین برای حمایت یه کامنت بذارین.
چنلم حتما سابسکرایب کرده باشید، ویدیو رو هم لایک کنید، کلا حمایت فراموش نشه. داخل این 2 تا ویدیویی که بهتون پیشنهاد داده میشه در مورد مینفای هست که بعد از توکن داگز فکر کنم اولین ایردراپی باشه که قراره لیست بشه و توکن خودش رو عرضه کنه. حتما این 2 تا ویدیو رو هم ببینید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.